کیکاووس شاه پادشاه ایران صاحب یک پسری میشه که این پسر خیلی هم زیبا بوده و اسمش رو میذارن سیاوش یا سیاوخش. متاسفانه ستاره شناسا میگن که این پسر بخت و اقبال خوبی نداره. رستم میاد و سرپرستی این پسر رو به عهده میگیره، با خودش میبرتش سیستان و پرورشش میده. انگار هم میشه یک پهلوان خیلی قدرتمند، هم خیلی پسر باخردی میشه و زندگی خیلی خوبی داشته توی سیستان کنار رستم. وقتی که بالغ میشه برمیگرده دربار پدرش، ولی اونجا اصلا زندگی خوبی نداشته. همسر پادشاه یعنی سودابه خیلی اذیتش میکرده و سیاوش اصلا هر لحظه آرزو میکرده که کاش من بازم برگردم سیستان زندگی کنم. توی یکی از همین روزا خبر بهشون میرسه که پادشاه توران یعنی افراسیاب دوباره حمله کرده به ایران. ما میدونیم که افراسیاب چند وقت یه بار هوس میکنه که حمله بکنه به ایران و هر سری هم فکر میکنه این دفعه دیگه ما ایران رو میگیریم. حمله میکنه و سیاوش با خودش فکر میکنه که الان من اگر که برم به جنگ خیلی به نفعمه، هم یه نامی برای خودم خریدم، هم از دست سودابه راحت میشم. کیکاووس هم موافقت میکنه و سیاوش میره به این جنگ. یک سری اتفاقات با افراسیاب صلح میکنه، ولی کیکاووس اصلا از این صلح سیاوش راضی نیست و سیاوش هم حاضر نیست که پیمان شکنی بکنه. برای همین اینجا یه مقدار انگار بین پدر و پسر شکراب میشه. سیاوش دیگه میخواد ایران رو ترک بکنه. دقیقاً همینجاست که افراسیاب یک نامه همیاری و همکاری میفرسته انگار برای سیاوش و میگه که تو که میخوای از ایران بری یه جا مستقر بشی، بیا پیش ما زندگی بکن، فعلا یه مدتی پیش ما باش. سیاوش هم قبول میکنه و الان دیگه یک مدتیه که پیش افراسیاب زندگی میکنه. افراسیاب هم دقیقاً مثل پسر خودش با سیاوش برخورد میکنه، یه رابطه پدر و پسری داشتن. توی توران ما افراسیاب رو داریم و جهان پهلوانشون پیرانه، مثل ایران که ما کیکاووس رو داریم و جهان پهلوانمون رستمه. پیران هم خیلی به سیاوش نزدیکه و خیلی دوستش داره و اتفاقا سیاوش با یکی از دخترهای پیران هم ازدواج کرده. یک روز پیران میاد پیش سیاوش و بهش پیشنهاد میده که با یکی از دخترهای افراسیاب ازدواج بکنه. 2 دلیلم داشته. یکی این که رابطه پدر پسری این 2 تقویت بشه، همین که از لحاظ سیاسی صلح کاملی به وجود بیاد. سیاوش هم این پیشنهادش رو قبول میکنه و قرار میشه که پیران دختر بزرگ افراسیاب یعنی فریگیس رو برای سیاوش خواستگاری بکنه. پیران میره پیش افراسیاب و این پیشنهاد رو باهاش مطرح میکنه. افراسیاب اولش اصلا قاطی میکنه. به خاطر چی؟ خب ما میدونیم که اصلا افراسیاب سیاوش رو مثل پسرش واقعا دوست داره، ولی همیشه ته ذهنش اینه که خب این پسر کیکاووسه و ممکنه بالاخره یه روزی دندون تیز کنه و علیه من باشه. همین باعث میشه که به پیران بگه که نه، من با همچین چیزی مخالفم. علاوه بر این ستاره شناسا به افراسیاب گفته بودن که تو به دست نوه خودت کشته میشی و به پیران میگه که من الان فهمیدم منظور اینا چیه. این نوه دقیقاً فرزند همین 2 نفر خواهد بود. پیران هم بهش میگه که نه بابا، تو داری اشتباه میکنی، اصلا از سیاوش مگه تو تا حالا بدی دیدی و در عین حال تو بالاخره یک روزی پادشاهی تموم میشه و این نوته که میاد جای تو و پادشاهی میکنه. و تصور بکن که این پسر هم میشه پادشاه توران، هم میشه پادشاه ایران و این کینه دیرینه به صورت واقعی دیگه برای همیشه تموم میشه. افراسیاب هم خب میبینه که پیران واقعا داره درست میگه و بالاخره موافقت میکنه. پیران به همراه همسرش با یک عالمه کجاوه و هدیه میان و در واقع میان به جشن عروسی سیاوش و فریگیس و این جشن عروسی 7 شبانه روز بوده و حسابی خوشگذرونی کرد. بعد از جشن عروسی افراسیاب میاد یک تکه از سرزمینش رو میده به سیاوش که خیلی هم نزدیک به مرز چین بوده و سیاوش هم که ما میدونیم همیشه آرزوی اینو داشته که یک سرزمینی و یک جایی رو برای خودش داشته باشه و خودش بسازتش. سیاوش به همراه همسرش و پیران و اون 300 تا سربازی که با خودش از ایران آورده بوده راه میافتن به سمت این شهری که افراسیاب بهش هدیه داده. تو طول مسیر که دارن رد میشن میرسن به شهر ختن، شهری که پیران پادشاهی اون منطقه رو داره و اتفاقا یه مدت هم اونجا میمونن، به خوشگذرونی میپردازن و بعد میان به این شهر. پیران به سیاوش پیشنهاد اینو میده که بذار من اینجا رو برای تو بسازم
ولی سیاوش این پیشنهاد رو رد میکنه، میگه که من توی ایران هم یک شهری برای خودم ساخته بودم و بلدم که چه شکلی باید شهر بسازم و اتفاقا یک آرمان و آرزویی دارم که دلم میخواد اینجا پیاده کنم. و خب پیران هم پیشنهادش رو قبول میکنه دیگه، میگه خب خودش بلد. توی همین هول و هوشه که 2 نامه از طرف افراسیاب میرسه. یکی برای سیاوش که اتفاقا خیلی نامه پرمهری هم بوده و توش نوشته بوده که آقا از وقتی که تو و فریگیس رفتین من دلم خیلی براتون تنگ شده، عادت ندارم که کنار من باشین و ابراز دلتنگی میکنه. نامش به پیران چی بوده؟ بهش دستور میده که بره سراسر سرزمین رو بگرده و خراج دریافت کنه و این میشه که پیران اینجا از سیاوش جدا میشه. بعد از اینکه پیران میره سیاوش مشغول ساختن اون شهر میشه و اسم اونجا رو میذاره سیاوشگرد. پیران بعد از اینکه خراج کل سرزمین رو دریافت میکنه، قبل از اینکه بره پیش افراسیاب میاد به سیاوشگرد تا این شهری که سیاوش ساخته رو ببینه. میرسه به اینجا و اصلا احساس میکنه که اینجا یک بهشت روی زمینه، انقدر که سرسبز و زیبا بوده و انقدر که کاخهایی که سیاوش ساخته بوده با شکوه بوده. مردم رو میبینه که چقدر عاشقانه سیاوش رو دوست دارن، همون سربازان و سپاهش رو میبینه که چقدر عاشقانه دوستش دارن و انگار که یک شهری ساخته بوده پر از عدالت و عشقی که مردم بهش داشتن. حتی از کاخ فریگیس بازدید میکنن و میبینه چه کاخ آنچنانی برای خود فریگیس ساخت. یه نکته مهمی که اینجا هست اینه که سیاوش توی کاخ خودش دستور داده بوده که یکی از دیوارهای بزرگ رو نقاشی کنه. این نقاشی چی بوده؟ در واقع آرمانی که سیاوش داشته از این نقاشی پیداست. عکس پدرش کیکاووس بوده، خودش بوده، رستم و یارانش بودن. از اون طرف هم توی این نقاشی هم افراسیاب بوده، هم کرسیوس بوده، هم پیران. و این نشون میده که این بچه آرزوش این بوده که این 2 کشور با هم دیگه صلح کنن و یه صلحی سراسر جهان برپا باشه. و خب این شهری هم که ساخته سراسر عدالته. پیران عاشق اینجا میشه و به سیاوش میگه که من بهت افتخار میکنم که تونستی همچین جایی رو بسازی. سیاوش اینجا برمیگرده بهش میگه که آره من این شهر رو خیلی دوستش دارم ولی قرار نیست که من خیلی توی این شهر زندگی کنم و اینجا برای من نیست. پیران بهش میگه که یعنی چی؟ من متوجه نمیشم که تو چی میگی. سیاوش بهش میگه که من قراره جوانمرگ بشم و من به دست افراسیاب کشته میشم. یه اتفاقی میفته که افراسیاب میزنه منو میکشه و این شهر دیگه مال من نیست و بین ایران و توران یه جنگ خیلی بزرگی در میگیره تا اینکه پسر من بیاد و انتقام منو بگیره. پیران اینجا خیلی هول میکنه و از اون طرف فکر میکرده که یعنی چی؟ اگه سیاوش داره در این مورد راست میگه خب اینا تقصیر منه. من این بچه رو مجبور کردم بیاد اینجا زندگی کنه، من هی بهش پیشنهاد دادم، پیشنهاد ازدواجش هم حتی من بهش دادم و من مجبورش کردم. اگر اتفاقی برای این بچه بیفته این گردن منه، من نباید بذارم همچین اتفاقی بیفته، باید ازش محافظت کنم. برمیگرده به سیاوش میگه که تو داری اشتباه میکنی یا افراسیاب شاید قبل از این که تو بیای پیشش از تو کینه به دل داشته چون تو ایرانی بودی و پسر کیکاووس بودی، ولی از زمانی که تو اومدی افراسیاب مثل پسرش با تو برخورد کرده، تو الان دامادشی، بهت کلی گنجینه داده، بهت پادشاهی داده، هیچ وقت این کار رو باهات نمیکنه. سیاوش ولی اصرار داشته که نه، سرنوشت من اینه که به دست افراسیاب کشته بشم. پیران به سیاوش قول میده که من هیچ وقت اجازه نمیدم که همچین اتفاقی برای تو بیفته. حتی اگر این حرفی که تو میزنی واقعیت داشته باشه، من جلوی افراسیاب رو میگیرم و پشت تو در میام. من از تو محافظت میکنم، نگران نباش. ولی بعد ته ذهنش با خودش فکر میکنه که این یه چیزی داره میگه. این احتمالاً دلتنگ سرزمین خودش شده و الان از ناراحتی اونه که داره این حرفا رو میزنه. یه مدتی پیران پیش سیاوش میمونه و بعد برمیگرده پیش افراسیاب تا اون خراج رو واگذار کنه. و پیش افراسیاب هم کلی از این سیاوشگرد تعریف میکنه و به افراسیاب میگه که تو نمیدونی چه سرزمینی ساخته، اینقدر زیباست، پر از صلح، پر از عدالت، چه کاخهایی ساخته، خیلی از اینجا تعریف میکنه. افراسیاب هم خب سیاوش مثل پسرش بوده، خیلی خوشحال میشه از این قضیه. کرسیوس رو صدا میزنه که برادرش بوده، بهش میگه که تو هم بیا برو یه مدت مهمان سیاوش باش، حتی اگه خواستی 2 هفته اونجا بمون.
ببین که این حرفایی که پیران میزنه واقعیت داره یا داره یه ذره قلوف میکنه. ببین اونجا چجوریه، حتما برای من خبر بیار. یک عالمه هدیه آماده میکنه، یک نامه پرمهرم برای سیاوش مینویسه و تحویل کرسیوز میده. کرسیوز هم این هدایا رو برمیداره و میاد سمت سیاوش. سیاوش هم میاد به استقبالش و همدیگر رو در آغوش میگیرن و ابراز دلتنگی میکنن و سیاوش یه جای خیلی مناسبی هم برای کرسیوز و یاراش آماده میکنه. کرسیوز که این شهر رو این جلال و جبروت رو میبینه یه ذره حسودی میکنه و حالش بد میشه. فردا صبحش هم شروع میکنن با سیاوش شکار رفتن و یه ذره بازی کردن و با هم یه چوگان بازی میکنن. سیاوش انقدر توی چوگان حرفه‌ای بوده، ضربه هایی که به این توپ میزده اصلا توپ دیده نمیشده و کرسیوز فقط خاک توی هوا رو میدیده. خیلی اینجا عصبانی میشه. باز سیاوش شروع میکنه تیراندازی کردن و اینا. باز کرسیوز میبینه که این خیلی حرفه‌ایه، هی حسادتش بیشتر میشه. تو همین هول و هوشه که به سیاوش مژده میدن که جریره که دختر پیرانه صاحب یک پسر شده و سیاوش در واقع پسردار شده و میگن که پسرش اتفاقا خیلی هم شبیه به خودشه و اینا تصمیم میگیرن که اسم پسرشون رو بذارن فرود و این مژده رو حتی به پیران هم میدن که بیا و نوه‌تو ببین که نوه‌دار شدی بالاخره. کرسیوز اینجا هم باز ناراحت میشه. حالا معلوم نیست چرا حسادتش بیشتر میشده. انقدر حسادتش زیاد بوده که یه روز میاد سراغ سیاوش، میبینه این انقدر توی تیراندازی و بازی و همه چی حرفه‌ایه، برمیگرده بهش میگه که تو بیا من و تو با همدیگه مبارزه کنیم، با هم کشتی بگیریم. از من توی توران دلاورتر و حرفه‌ای‌تر توی کشتی گرفتن نیست. من که مطمئنم تو رو میبرم و اگر من بر تو پیروز شدم نشون میده که من از تو خیلی دلاورترم. ولی اگر که تو بر من پیروز شدی من دیگه مبارزه نمی کنم. سیاوش از این پیشنهاد کرسیوز تعجبم میکنه. میگه که من اصلا امکان نداره با تو مبارزه بکنم. کشتی گرفتن مال میدون جنگه و مال دوتا دشمنه. تو خیلی از من دلاورتری، در این اصلا شکی نیست و من بر تو احترام خیلی زیادی قائلم. هرگز با تو مبارزه نمی کنم. کرسیوز میخنده و میگه نه بابا، به شوخی همینجا تفریحی بیا با هم دیگه کشتی بگیریم. نمیخواد حتما که با هم دیگه بجنگیم و کینه از هم دیگه داشته باشیم. سیاوش باز برمیگرده بهش میگه که نه، تو برادر پادشاهی، مثل برادر خود من میمونی. من برات خیلی احترام قائلم و این اصلا رسمش نیست. دو نفری که با هم دیگه کشتی میگیرن از هم دیگه باید کینه داشته باشن و من این بی احترامی رو به تو نمیکنم. کرسیوز هم از این احترامی که سیاوش بهش گذاشته خوشش میاد، هم میگه که باشه. سیاوش بهش میگه هر کسی رو که از این سپاه توران خودت انتخاب کنی من باش مبارزه میکنم، فرقی نمیکنه، ولی با خودتو مبارزه نمیکنه. کرسیوز میره رو میکنه به سپاهیانش و میگه که کی جرأت داره بیاد با سیاوش مبارزه کنه. هیچ کسی هیچ حرفی نمیزنه. آخر سر یکی از این سربازا به اسم گروی میاد جلو و میگه که من باش مبارزه میکنم. کرسیوز هم رو میکنه به سیاوش و میگه که اوه کارت ساخته است که این یکی از پهلوانان خیلی قدرتمند ماست. سیاوش میخنده و میگه که این که یکیه، یه نفر دیگرم صدا بزن بیاد، من با 2 نفر همزمان مبارزه میکنم. کرسیوز میره دمور هم صدا میزنه که اونم یکی از پهلوانان خیلی قدرتمند توران بوده و میگه اصلا توی توران کسی با این قابل مقایسه نیست. تو چجوری میخوای از پس اینا بر بیای؟ سیاوش هم لبخندی بهش میزنه و میگه حالا میبینی. اینا سوار اسباشون میشن. هنوز مبارزه شروع نشده. سیاوش میره سمت گروی، کمربندشو میگیره، سریع از رو اسب بلندش میکنه، میزنتش زمین. کاری که رستم هم خیلی زیاد میکرده و قشنگ معلومه که اینو از رستم یاد گرفته. بلافاصله بعدش هم میره سراغ دمور، گردن اونم میگیره، میزنتش زمین. به سرعت برق و باد این اتفاق میفته و این دوتا بچه شکست خورده ناراحت و غمگین میرن پیش کرسیوز. سیاوش هم میاد و یه لبخندی هم به کرسیوز میزنه و میخنده. همین دوتا خیلی عصبانی بودن از این اتفاقی که براشون افتاده بوده. هم کرسیوز اینجا خیلی عصبی میشه و تو فکرش این بوده که اوه این سیاوش همه چی داره. پهلوان قدرتمندی، الان ثروت داره، یه پادشاهی برای خودش راه انداخته، عدالت داره، صلح داره، مردم همه عاشقشن. این چند وقت دیگه میاد کل سرزمین توران رو میگیره
و هیچی برای ما نمیمونه. روز 8 که میشه دیگه تصمیم میگیره که برگرده پیش افراسیاب. سیاوش هم یک عالمه هدیه آماده میکنه، یک نامه پرمهر هم برای افراسیاب مینویسه که کرسیوز با خودش ببره. و تو طول این مسیر کرسیوز همش داشته با خودش فکر میکرده که من یه بلایی باید سر این سیاوش بیارم. کرسیوز به همراه سپاهش از سیاوش گرد راه میافتن برن سوخت. در طول این مسیر تمام سپاهیان یک سره داشتن از خوبیای سیاوش و شهرش میگفتن. همین باعث میشد که این کرسیوز هی حسادتش بیشتر بشه. هم خود کرسیوز، همون دوتا پهلوانی که توی کشتی شکست خورده بودن. اینا دیگه حسابی پر بودن از سیاوش. بالاخره میرسن پیش افراسیاب و الان کرسیوز رو ما داریم به همراه اون سپاهیانی که توی شهرم باش بودن. کرسیوز هدایا و نامه رو میده به افراسیاب و افراسیاب حسابی خوشحال میشه و این نامه رو که میخونه حسابی ذوق میکنه و برمیگرده به کرسیوز میگه که خب حالا تو برام تعریف کن. کرسیوز هم دیگه هر اتفاقی بوده رو شروع میکنه خیلی صادقانه تعریف کردن. چرا صادقانه و نمیتونسته اون حس بعدش رو بیان کنه؟ چون این سپاهیان همه اونجا بودن و همه طرفدار سیاوش بودن و اگر اشتباه میگفته همه میمدن میگفتن آقا این داره دروغ میگه دیگه. وقتی تعریف میکنه افراسیاب حسابی خوشحال میشه و افتخار میکنه به سیاوش و ابراز میکنه که دقیقاً مثل پسرش دوستش داره. اینم باعث میشه که کرسیوز بازم حسودیش بشه. با خودش فکر میکرده که من الان اگه اینا رو به افراسیاب بگم الان افراسیاب هم مثل من نگران میشه دیگه، دقیقاً حسای من توش به وجود میاد. بعد میبینه که اینطوری نیست. کل اون شب اصلا نمیتونسته بخوابه، همش با خودش فکر میکرده که من الان باید یه کاری بکنم که افراسیابم به خودش بیاد. فردا صبحش که میشه بالاخره افراسیابو تنها یه جا گیر میاره. میره بهش میگه که ببین برادر من یک چیزی توی فکرمه که داره اذیتم میکنه و باید اینو با تو در میون بذارم. و شروع میکنه از سیاوش گفتن. هر چیز دروغی که توی ذهنش بوده رو به افراسیاب میگه. میگه که من وقتی رفتم توی سیاوش گرد دیدم که سیاوش به صورت مخفیانه با کیکاووس در ارتباطه. نه تنها با کیکاووس در ارتباطه بلکه با چین و روم هم در ارتباطه و این قصدش اینه که این سه تا کشور رو سپاهش رو جمع کنه بیاد به ما حمله کنه و کلا ما رو نابود کنه. افراسیاب که اینو میشنوه میگه که نه بابا تو مطمئنی از همچین چیزی؟ امکان نداره سیاوش همچین کاری بکنه. همینطور که میدونید کرسیوز روی حرفش وای میسه و حتی میاد از گذشته میگه که یادت فریدون چی کار کرد؟ اصلا تور بی‌عدالتی دید که ایرج رو کشت و این کینه بین این دوتا کشور هست. تو هم الان فکر کردی که با اینکه سیاوش آوردی پیش خودت و اینجوری بهش محبت کردی الان یه صلحی به وجود اومده؟ اصلا از این خبران نیست. افراسیاب هم یه ذره فکر میکنه خب شما میدونید که همیشه گفتیم ته دلش با خودش فکر میکرده که خب این پسر کیکاووسه در هر حالت. به کرسیوز میگه که ببین تو برادر منی، تو یادگار پشنگی برای من و من همیشه رازهامو همیشه به تو گفتم و اگر غیر از تو کسی میومد این حرفا به من میزد من بهش هیچ اعتنایی که نمیکردم هیچ اصلا میزدم درب و داغونش میکردم، ولی چون تو اینو به من گفتی من الان بعد روی این موضوع 3 روز فکر بکنم و بعد تو رو صدا میزنم تا با هم راجبش صحبت کنیم. روز 4 افراسیاب کرسیوز رو صدا میکنه و بهش میگه که ببین من الان هیچ چیزی از سیاوش توی دستم ندارم که بخوام متهمش کنم یا بکشمش. یعنی اگر من یه کاری بکنم تو که میبینی مردم و سپاه همه عاشق سیاوشن و همه اصلا بر علیه خود من میشن. من یه کاری میکنم سیاوش رو صدا میزنم بیاد اینجا و بعدم بهش میگم کلا دیگه بره ایران و دیگه این ورا پیداش نشه، اینجوری خیالمون اصلا راحت تره. کرسیوز هم میگه نه همچین کاری نکنی یا سیاوش الان این همه مدت توی دربار تو بوده، همه چیز رو راجع به ما میدونه، همینجوری میره ایران خیلی راحت تر میان ما رو نابود میکنن. افراسیاب یک چیز دیگه هم میگه که آقا من اگر که سیاوش رو بفرستم ایران و کیکاووس ببینه که این بچه سالمه اصلا دست از سر جنگ و اینا برمیداره، میبینه که من دیگه نیت بدی ندارم. ولی با این حرف کرسیوز باز میره تو فکر، میگه که خب چیکار کنم؟ باز من هیچی از سیاوش ندارم، بذار وایسیم ببینیم سیاوش خودش چی کار میکنه. هر وقت یه اقدامی کرد ما میایم بر علیهش، الان که نمیتونیم کاری بکنیم. خب اینجا کرسیوز میدونه که سیاوش هیچ کاری نمیکنه، این بچه اصلا اهل این حرفا نیست. باز با خودش فکر میکنه، میگه که نه بذار یه چیزی بگم، یا تو اگه صبر کنی برادر من
این با تمام اون سپاهیان میاد در ما رد میشه، یه کاری همین الان باید بکنیم. افراسیاب هم باز یه ذره فکر میکنه، میگه که بابا خب من هیچی تو دستم ندارم، یه کاری دیگه میکنم. افراسیاب سیاوش و فریگیس رو صدا میزنن بیان اینجا یه مدت مهمون ما باشن. من سیاوش رو میگیرم زیر نظرم، هر کار خطایی که بکنه من همینو میگیرم دستم، به مردم میگم آی مردم این کارو کرد، بر علیه ما بود، بعد دیگه راحت میتونم مثلا اعدامش کنم. گرسیوز هم اینجا میبینه دیگه نمیتونه چیزی بگه که زودتر سیاوش رو وسط راه برداره، برای همین موافقت میکنه. افراسیاب میاد یه نامه مینویسه برای سیاوش و توی این نامه اینطوری مینویسه که مثلا ما رو نمیبینی خوشی، من دلتنگ تو و دخترمم، دست فریگیس رو بگیر، دوتایی پاشیم بیاین اینجا و من قول میدم که اینجا هم به اندازه سیاوش بهتون خوش بگذره. این نامه رو میده به گرسیوز تا ببره بده به سیاوش. خب گرسیوز وقتی داشته می اومده همش تو ذهنش نیرنگ بوده دیگه، هی داشته فکر میکرده که من چیکار میتونم بکنم که سیاوش رو پیش افراسیاب خراب کنم. برای همین اصلا قبل از اینکه به شهر برسه یه پیام رسان رو صدا میزنه، یه نامه برای سیاوش میفرسته. سیاوش نامه رو که باز میکنه میبینه که گرسیوز توش برداشته نوشته که تو اصلا به استقبال من نیا، تو پادشاه خیلی بزرگی هستی، نباید تخت تو خالی بذاری و این حرفا. و اصلا خیلی تعجب میکنه، اخم میکنه، نامه رو میخونه، میگه که با خودش فکر میکنه که این اصلا چیز عادی نیست این حرفی که زده و پشت این نامه باید یک داستانی باشه، ولی خب نمیدونسته چی. سپاهش رو جمع میکنه و میره به استقبال گرسیوز. گرسیوز اصلا برای خودش نمیاره که چه کینه ای از این بچه داره. در آغوشش میگیره و نامه افراسیاب رو بهش میده و هدایا رو تقدیم میکنه. سیاوش هم نامه رو میخونه، خب خیلی خوشحال میشه، حتی میره این مژده رو به فریگیس میده که آماده شو که قرار بریم پدرت رو ببینیم و به گرسیوز میگه که تو الان که اومدی اینجا 3 روز مهمان ما باش، ما ازت پذیرایی بکنیم بعد بریم پیش افراسیاب. گرسیوز خب باز حالش خراب، با خودش فکر میکرده که الان اگر که سیاوش بیاد پیش افراسیاب، خب این بچه که کاری نمیکنه، نه نیرنگی داره، نه کاری میخواسته انجام بده، نه بلایی میخواسته سر افراسیاب بیاره و اگر بیاد اونجا افراسیاب هم میبینه این هیچ کاری نمیکنه، اصلا بیخیال کشتنش میشه. هی با خودش فکر میکرده که من باید یه کاری انجام بدم که افراسیاب یه بلایی سر سیاوش بیاره، این نباید زنده بمونه. شروع میکنه تو اون 2-3 روزی که اونجا بودن یه قیافه ناراحت و غمگین به خودش گرفتن و یه گوشه یواشکی مثلا گریه کردن و این حرفا، تا چه که سیاوش میره پیشش میگه که چه اتفاقی افتاده، تو چرا انقدر ناراحتی؟ افراسیاب مثلا چیزی بهت گفته که تو انقدر به هم ریختی؟ اگه گفته به من بگو، من با تو میام و پشت تو در میام، نمیذارم که کسی تو رو ناراحت کنه، تو مثل برادر من میمونی و آزار تو آزار منه، بگو من چه کاری میتونم برای تو بکنم. گرسیوز هم اینجا رو میکنه به این بچه و میگه که هیچ کدوم از این چیزایی که تو گفتی نیست، من اتفاقا برای تو ناراحتم. سیاوش میگه برای چی ناراحتی؟ میگه که ببین تو فکر میکرده که بین ایران و توران الان صلح برقرار شده، اما حرفایی که به افراسیاب میزنه رو تحویل اینم میده منتها یه جوره دیگه. برمیگرده میگه که تور ایرج رو بیگناه کشت و از اون زمان بین ایران و توران یک کینه‌ای به وجود اومده، یک جنگ همیشگیه و شما فکر کردین که این شکلی قراره صلح بشه. افراسیاب یک خوی اهریمنی داره و حتی برادر ما اغریرث هم کشته و الان هم تو فکر اینه که تو رو بکشه. سیاوش برمیگرده و گرسیوز میگه که نه بابا، آخه من اصلا کار بدی تا حالا انجام ندادم. بعد افراسیاب اگر از من کینه داشت که این کارا رو با من نمیکرد. افراسیاب مثل پسرش به من نگاه میکنه، به من یه قسمتی رو داده که پادشاهیشو داشته باشم، گنجینه به من داده، دخترشو به من داده. اشتباه میکنی، تو اصلا افراسیاب همچین چیزی تو فکرش نیست. گرسیوز هم برمیگرده بهش میگه که نه خیر، تو افراسیاب اصلا نمیشناسی، دقیقاً همه این کارهایی که انجام داده نیرنگ و بازیش بوده، میخواسته اعتماد تو رو بخره که بعداً تو رو این مدلی به هوای دیدار تو بکشونه دربار و بزنه بکشتت. تو دیگه از برادر که بهش نزدیکتر نیستی که اون همخون و برادر ما رو زده کشته، تو رو قطعاً میکشه. سیاوش باز با اینجا به خوش فکر میکنه، بعد برمیگرده به گرسیوز میگه که خب من که تا حالا رفتار بدی انجام ندادم که،
من نه به افراسیاب تا حالا بدی کردم نه به مردم توران. اشکال نداره، بذار من بدون سپاه بلند میشم میام. افراسیاب وقتی ببینه که من سپاهی با خودم نیاوردم و خودم تنهام و باش صحبت کنم بیخیال این قضیه میشه. گرسیوز اینجا به خودش فکر میکنه که خب این اگه اینجوری بلند شه بیاد که هیچ، تمام نقشه هایی که من کشیدم نقشه برآب میشه. برمیگرده بهش میگه نه این کارو نکن، یا تو اگه تنهایی بلند شی بیای کاخ مثل این میمونه که خودت با پای خودت بلند شدی رفتی تو آتیش، انگار که حکم قتل تو خودت داری صادر میکنی. بهش میگه که نه تو همینجا بمون، اجازه بده که من برم با افراسیاب صحبت بکنم، آرومش کنم. بعد از اینکه آروم شد و دیدم موقعیت مناسبه یک نامه برای تو مینویسم، اون موقع تو بیا. سیاوش میبینه خب چاره دیگه ای نداره، قبول میکنه و یک نامه رسان رو صدا میزنه، یه نامه برای افراسیاب مینویسه که ما خیلی دلتنگ شماییم ولی الان فریگیس خیلی بیماره و شما دستور داده بودین که ما دوتایی بیان و فریگیس هم خیلی دلش برای شما تنگ شده و انقدر حالش بده که من نمیتونم اینجا تنها بذارمش و خودم تنهایی بیام. لطفا یه مدت به ما زمان بدین که فریگیس حالش بهتر بشه و من دستشو بگیرم و با هم بیایم سوق پیش شما. و این نامه رو مینویسه، یه سری هدایام آماده میکنه، کلا رسم بوده دیگه، هدیه به هم دیگه میدادن. اینا رو میده به کرسیوز و میگه که من منتظر خبر تو هستم. کرسیوزم با این نامه و هدایا میره پیش افراسیاب، ولی اصلا نامه و هدایا رو به افراسیاب نمیده. شروع میکنه دوباره افراسیاب رو تحریک کردن. میگه که اولا که اصلا سیاوش به پیشواز من نیومد، اصلا منو تحویل نگرفت و با من بدرفتاری کرد، نامه تو رو هم نخوند و هیچ قصدم نداره که بیاد تو رو ببینه. برعکس داره سپاهش آماده میکنه، همین الان میخواد حمله کنه بیاد. تو هم الان بجم، سری سپاه آماده کن، بیا بریم سمت سیاوش. اینجا افراسیاب هم خب دیگه گول میخوره و یک سپاه عظیم آماده میکنه و راه میافتن سمت سیاوش. از اون طرف سیاوش الان 3 روز گذشته بوده و منتظر یه خبر بوده از کرسیوز. میبینه که هیچ خبری نمیشه. یه شب که خواب بوده، خواب میبینه که خودش جلوی سیاوشگرد وایساده، سیاوشگرد توی آتیشه، جلوش یک رودیه و اون طرف رود سپاه افراسیابه و افراسیابو میبینه با یک چهره فوق‌العاده عصبانی. از اون طرف کرسیوز رو میبینه که انگار این آتش رو شعله‌ور میکنه و دیگه همه جا رو در بر میگیره. این اتفاق که میفته با وحشت خیلی زیاد از خواب میپره. از خواب که میپره همسرش فریگیس هم از خواب میپره، جویای حالش میشه و سیاوش خوابو براش تعریف میکنه. چقدر من توی این قسمت اسما رو جابجا گفتم، ازتون معذرت میخوام. سیاوش خواب رو برای همسرش فریگیس تعریف میکنه. فریگیس هم خیلی حالش بد میشه، انقدر حالش بد بوده یک اشتباهاتی هم اینجا میکنه. در این حال میخواسته که سیاوش رو آروم بکنه، برمیگرده بهش میگه همین الان برو پیش خاقان روم. خب ما اصلا خاقان روم نداریم، ما قیصر روم داریم و خاقان چی؟ این تفلک انقدر حالش بد بوده که اینطوری به سیاوش میگه. سیاوش هم بهش میگه که نه من نمیخوام هیچ جا برم، مگه من اصلا گناهکارم؟ من الان منتظر خبرم از کرسیوز و کرسیوز حتما پدرتو آروم میکنه و همه چیز ختم به خیر میشه. فردا صبحش سیاوش میره پیش سپاهیانش، اونا رو آماده میکنه و بهشون میگه که قضیه از چه قراره. باز منتظر میمونن، میبینن که خبری از کرسیوز نیست. یکی از سپاهیانش رو صدا میزنه، میگه که تو برو توی راه ببین شاید فرستنده ای چیزی باشه، تو خبر سریعتر بگیر بیا به من برسون. این سپاهی هم میره، میبینه که اوه لشکر عظیم افراسیاب دارن میان سمتشون. سری میره پیش سیاوش و اینو بهش میگه. سیاوش که اینو میشنوه متوجه میشه که خب همیشه میدونسته که قرار جوون مرگ بشه و میفهمه که این دقیقاً دیگه آخر کارشه و میره پیش همسرش تا باهاش صحبت کنه. یه جورایی دیگه انگار میخواسته وصیت بکنه. میره پیش فریگیس و بهش میگه که همسر من بذار من تعبیر خواب دیشبمو برات تعریف کنم. من دیگه نزدیک آخرای عمرمه و پدر تو میاد و بیگناه سر از تن من جدا میکنه. وقتی که این اتفاق بیفته این کینه دیرینه بین ایران و توران انگار که دوباره متولد میشه و دیگه زمین آروم نخواهد. میگه که این دنیا همین جوریه دیگه، یه موقع‌هایی باهات خوبه یه موقع‌هایی هم باهات بده، ولی من از وقتی که یادمه
این دنیا در حق من بدی کرده، انگار که اصلا با من سر سازگاری نداره. بهش میگه که همسر من، تو الان 5 ماه حامله ای و یک پسر به دنیا میاری و اسم این پسر رو بذار کیخسرو. پدرت هم وقتی متوجه بشه که تو بارداری، میخواد که هم تو هم پسرمون رو از بین ببره، ولی نگران نباش، تو یک مدت تنها خواهی بود، ولی پیران میاد به کمک تو رو میبره پیش خودش و از اون طرف یکی از ایران میاد تو رو میبرن به همراه کیخسرو ایران و کیخسرو رو میشونن روی تخت پادشاهی. وقتی که کیخسرو بزرگ بشه، همراه با رستم و زنگه و بهرام و بقیه پهلوانا میان به کینخواهی من و تا زمانی که انتقام من رو نگیرن، زمین در آرامش نخواهد بود. اینا رو که میگه فریگیس حسابی به هم میریزه. گریه میکرده، موهای خودشو میکشیده، به صورتش چنگ مینداخته، حال خیلی بدی داشته و سیاوش هر کاری که میکنه میبینه نمیتونه همسرشو آروم بکنه، برای همین از پیشش میره پیش اسبش بهزاد. این اسب به خاطر اینکه سیاه بوده بهش میگفتن شب رنگ بهزاد. میره اسبشو ناز و نوازش میکنه و دم در گوشش میگه که من ممکنه که برم و نباشم و تو لطفاً به هیچ کس سواری نده، منتظر بمون تا وقتی که پسر من کیخسرو بیاد و دیگه وفادار اون باش. بعدم سوار اسبش میشه، سپاهیانش هم آماده میکنه و میرن به سمت افراسیاب. بالاخره یه جا این دوتا با همدیگه رو در رو میشن. وقتی که همدیگه رو میبینن، تمام این سپاهیا و کلن همه سکوت میکنن و همه جا غرق یک سکوت خیلی سنگینی میشه. از اون طرف افراسیاب که سیاوش رو میبینه با خودش فکر میکنه که پس کیخسرو درست میگفته، این الان با سپاهیان و لباس جنگی اومده و میخواد با من بجنگه. سیاوش هم بهش میگه که این سکوت با صحبت سیاوش شکسته میشه. میگه که افراسیاب تو چرا برای جنگ با من اومدی؟ چرا میخوای بدی کنی؟ مگه من در حق تو بدی کردم؟ اصلا بیا این داستان رو تمومش کنیم. همچین صحبتی میکنه. اصلا قبل از این که افراسیاب حرفی بزنه، کیخسرو از سری میپره وسط، شروع میکنه میگه که نه، تو اگر که گناهکار نبودی الان با سپاه و لباس جنگی که نمیومدی. اینا رو که میگه افراسیاب هم با خودش فکر بدی کرده بوده دیگه. میگه خب درسته، دستور قتل عام میده. سپاهیان تورانیا میان و سپاه ایرانیا رو همه رو میکشن. از اون طرف اون دوتا پهلوانی بودن که سیاوش توی کشتی زدشون زمین. اون دوتا میان از روی اسب سیاوش رو دستشو میگیرن، بلند میگیرنش و اینجا در واقع اسیرش میکنن و میندازنش جلوی پای افراسیاب. افراسیاب دستور قتل سیاوش رو میده، ولی سرداران سپاه میان جلوی افراسیاب و میگن که این کار رو انجام نده. همشون سیاوش رو خیلی دوست داشتن به خاطر اینکه سیاوش مدت طولانی پیش اینا زندگی میکرده و از افراسیاب میخوان که این کار رو نکن. تو چه بدی تا حالا از سیاوش دیدی که بخوای این کار رو انجام بدی و بیگناه رو داری میکشی؟ بعدم اگر این کار رو انجام بدی بین ایران و توران جنگ میشه. این وسط از شانس بد سیاوش، پیران خودش توی ختن بوده و اصلا خبر نداشته که همچین اتفاقاتی افتاده تا بیاد کمک سیاوش، ولی برادرش پیلسم توی این سپاه بوده. پیلسم هم میاد جلو و شروع میکنه با افراسیاب صحبت کردن. میگه که ای پادشاه، این عجله کردن کار اهریمنه. تو که الان اینو گرفتی، دستاشم بستی، بندازش توی زندان، نگهش دار، بی خودی تو کشتنش عجله نکن. پیران هم فردا خودشو میرسونه، با اونم یه مشورتی بکن، ببین که چه کاری بهتر انجام بدی. این بیگناه، این تا حالا اصلا کسی ازش بدی ندیده. اینجا پیلسم هم دوباره بهش میگه اگر که این بیگناهو بکشی، الان رستم اینو بزرگ کرده، بلند میشه میاد اینجا ما رو بیچاره میکنه، نکن این کار. افراسیاب که اینا رو میشنوه یه ذره آروم گرفته بوده. خب درسته که دیده سیاوش الان اومده به جنگ باهاش، ولی خب مثل پسرش بوده، خیلی اینو دوست داشته. کیخسرو تا میبینه افراسیاب داره یه ذره آروم میشه، دوباره شروع میکنه. میگه که به حرف این جوانای خام گوش نکنی، اینا حالیشون نیست دارن چی میگن. تو اگه اینو فقط زندانی کنی و نکشی و نگهش داری، این سپاهی که از 3 کشور جمع کرده بوده میرسن و میان ما رو بیچاره میکنن و اگر این سپاه بیان فکرش هم نکن که من بمونم، من فرار میکنم، چون من اصلا توان مقابله با اینا رو ندارم. اینو کیخسرو میگه،
دوباره سپاه ایران شروع میکنن یه ذره چیز کردن که بابا این کارو نکن و اینا. افراسیاب با خودش فکر میکنه و برمیگرده به اینا میگه که من خودم تا حالا از این بدی ندیدم، ولی ستاره شناسان یه پیش بینی کردن و کشتن و زنده نگه داشتن این هر جفتش به ضرر منه. من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. دقیقاً همین لحظه است که فریگیس پای پیاده داشته میومده، تا چشش میفته و این صحنه رو میبینه خودشو پرت میکنه جلوی پای پدرش، به پای پدرش میفته و میگه داری چه بلایی سر من میاری؟ چه بلایی داری سر خودتو توران میاری؟ تو مگه نمیدونی این پسر کیه؟ این پسر پادشاه رستم بزرگش کرده. تو اگه اینو بیگناه بکشی ما بیچاره میشیم، ما ایرانیا به ما حمله میکنن و تو داری همسر منو از من میگیری. و برمیگرده بهش میگه که یادت رفته که فریدون با ضحاک چی کار کرد؟ این اتفاق برای ما میفته، نکن این کارو. اینا به کینخواهی سیاوش میان و شروع میکنه گریه و زاری کرد. به پدرش میگه که تو داری همسر منم از من میگیری، نکن این کارو با من. افراسیاب دلش برای فریگیس خیلی میسوزه و دلش نمیخواسته که این صحنه رو ببینه. دستور میده که فریگیس رو بیان ببرن کاخ خودش و اونجا زندانیش بکنن. از اون طرف خودش نمیدونسته که باید چی کار کنه. کرسیوس تا میبینه که این یه ذره آروم شده نگران میشه. با خودش فکر میکنه که اگر افراسیاب همین الان سیاوش رو نکشه دیگه نمیکشتش. برای همین دوباره رو میکنه به افراسیاب و میگه که اصلا به حرف اینا گوش نده وگرنه توران رو بدبخت میکنی. و دستور میده که سیاوش رو بردارن ببرن به میدون شهر جلوی مردم دیگه. از اون طرف هم پیلسم که میبینه این اتفاق افتاده میره سراغ سیاوش تا باهاش صحبت کنه. سیاوش برمیگرده به پیلسم میگه که برادر تو به من قول داده بود که از من محافظت کنه، الان که موقعشه که اینجا باشه کو؟ و بهش میگه که ولی اشکال نداره، من ازش کینه‌ای به دل ندارم. تو اتفاقا سلام و درود من رو بهش برسون و بگو که درسته که نتونستی به من کمک کنی، ولی به همسرم و پسر من میتونی کمک کنی و اونا به کمک تو احتیاج دارن. گروی میاد سیاوش رو میگیره، کشون میبرتش به میدون شهر و افراسیاب هم دستور قتلش رو میده و مردم همه هاج و واج بودن، باورشون نمیشده که داره این اتفاق میفته. گروی میره یک تشت زرین بر میداره، میاد موهای سیاوش رو میگیره، شمشیرش رو بلند میکنه و سر سیاوش رو میزنه. اینجا فردوسی شعری داره که من الان براتون میخونم از روش. یکی تشت زرین نهاد از برش، جدا کرد از آن سرو سیمین سرش. به جایی که فرموده بود تشت خون، گروی زره برد و کردش نگون. یکی باد با تیره گردی سیاه، برآمد بپوشید خورشید و ماه. کسی یکدیگر را ندیدند روی، گرفتند نفرین همه بر گروی. چو از سروبن دور گشت آفتاب، سر شهریار اندر آمد به خواب. چه خوابی که چندین زمان برگذشت، نجنبید و بیدار هرگز نگشت. بعد از اینکه این اتفاق میفته و سر سیاوش بیگناه زده میشه، انگار که یک طوفان سیاهی برپا میشه و هیچ کس چشمش دیگری رو نمیدیده و مردم همه شروع میکنن نفرین فرستادن، هم بر گروی، هم بر کرسیوس، هم بر افراسیاب. و افراسیاب انگار اینجا تازه میفهمه که چه غلطی کرده. در واقع افراسیاب حتی دستور داده بوده که بدن بیجون سیاوش رو همینجوری رها کنن یک گوشه و حتی به خاک نسپرنش. و همینطور که پندار گفت زمانی هم که میخواستن سرش رو ببرن زیر سرش یک تشت زرینی گذاشته بودن. اینم برای این بوده که نکنه حتی یه قطره خون سیاوش بریزه روی زمین و خدایی نکرده یک درختی چیزی از اینجا بخواد سبز بشه. از اون طرف فریگیس انقدر گریه کرده بوده که توی کاخ همطور بیهوش شده بوده و خواب سیاوش رو میبینه. سیاوش توی خواب میاد بهش میگه که دیدی نه خورشید با من موند، نه سرو قامت تو. این دنیا یه جوریه که ممکنه یکی بدی بکنه و نیکی ببینه، از اون طرف یکی که همیشه نیکی کرده بدی ببینه و ازش میخواد که هیچ کینه‌ای از افراسیاب به دلش راه نده.
اینو که سیاوش میگه فریگیس از خواب میپره و متوجه میشه که سیاوش دیگه توی این دنیا نیست. حسابی حالش بد میشه، شروع میکنه گریه زاری کردن، فریاد کشیدن، موهاشو کشیدن، خنج انداختن و انقدر صدای فریاداش بلند بوده و افراسیاب رو نفرین میکرده که این صدا به گوش افراسیاب میرسه. افراسیاب هم سری کرسیوز رو صدا میزنه، میگه که فریگیس رو بیارید، انقدر با چوب بزنیدش که این تخم کینه سیاوش از بین بره. من نمیخوام هیچ چیزی از سیاوش باقی بمونه. دقیقا منظورش همون بچه‌ایه که توی شکم فریگیسه. پیلسن برادر پیران وقتی این صحنه رو میبینه خیلی حالش بد میشه، عصبانی میشه، اصلا میره پیش یارانش و میگه که دوزخ از این کشوری که افراسیاب برای ما به وجود آورده خیلی بهتره. همگی پاشیم الان بریم پیش پیران ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. میرن پیش پیران و این داستان رو برای پیران تعریف میکنن. پیران از شدت غم همونجا بیهوش میشه، میفته و وقتی که به هوش میاد پیلسن بهش میگه که برادر من الان اصلا وقت عزاداری نیست، افراسیاب میخواد دختر خودش هم از بین ببره و ما باید الان بریم نجاتش بدیم. سریع پا میشن با یه سپاه میرن سمت افراسیاب. پیران وقتی که افراسیاب رو میبینه اول یه مقدار باش تند برخورد میکنه، بهش میگه که تو چرا این بدیو کردی؟ مگه سیاوش اصلا در حق تو بدی کرده بود؟ چه گناهی از این بچه سر زده بود؟ الان که این کارو کردی رستم و تمام ایرانیا میان به کینخواهی سیاوش و ما نمیتونیم از پس اینا بر بیایم. حالا که این کارو کردی هیچی، حداقل بچه خودتو نکش، فریگیس رو بسپر به من، بذار من با خودم ببرمش و حتی اگر که نگران بچه توی شکمشی، این بچه که به دنیا بیاد من خودم میکشمش. افراسیابم اینجا اصلا خوشحال میشه، میگه که خب خدا رو شکر تو منو از کشتن همخون خودم رها کردی و موافقت میکنه. پیران هم دست فریگیس رو میگیره و میبرتش خوتن و انگار اینجا فریگیس رو میسپره دست همسر خودش. اسم همسرش گلشهره. به گلشهر میگه که حسابی مراقب این دختر باش و باهاش مثل گل برخورد کن و روز به روز حاملگی فریگیس سخت‌تر میشده و دیگه نزدیک به دنیا اومدن کیخسرو بود. از اون طرف خبر رسیده بوده به ایران. کیکاووس وقتی که خبر رو میشنوه از تخت میفته و حسابی حالش بد میشه و تمام پهلوانای اونجا هم شروع میکنن به عزاداری و گریه‌زاری و دیگه شادی انگار درش به روی اینا بسته میشه و سراسر دیگه غم بوده. و خبر به زابلستان و رستم هم میرسه. اینجا رستم انگار دوباره پسرش رو از دست داده. بیهوش میشه. وقتی هم به هوش میاد شروع میکنه لباساشو پاره کردن، گریه زاری کردن و یک مراسم عزاداری برای سیاوش برگزار میکنه و توی زابلستان 7 روز 7 شبانه روز اینا عزاداری کردن. بعد از این عزاداری رستم تصمیم میگیره که بره پیش کیکاووس. سپاهشو برمیداره میره سمت کیکاووس. به شهر که میرسه از اسبش پیاده میشه، میشینه روی زمین و خاک میریزه روی سر خودش و لباساشو پاره میکنه. اینجا هی عزاداری میکردن دیگه و به مردم اونجا میگه که من هیچ وقت بدون زره و سلاح دیگه نخواهم بود و تا وقتی که انتقام سیاوش رو نگیرم آروم نمیشم. بعد با همون سر و وضع میره پیش کیکاووس و حسابی اینجا به کیکاووس میتوپه. میگه که دیدی این تخم کینه‌ای که تو کاشتی چه بلایی سر ما آورد. این علاقه‌ای که تو به سودابه همسرت داری باعث شد که تاجت از بین بره، تختت از بین بره. و کجاست اون پسر زیبا؟ کجاست اون روی ماهش؟ کجاست اون قد و قامتش؟ کجاست اون جنگاوریش؟ و شروع میکنه حسابی از سیاوش تعریف کردن. میگه دیگه شادی بر من حرامه، من از این به بعد با چشم خونین میرم به جنگ و وای به حال توران. کیکاووس اصلا اینجا دیگه صحبتی نمیکنه، انقدر خجالت زده بوده فقط سرش انداخته بوده پایین. رستم هم با همین حالت عصبانی میره شبستان. بالاخره سودابه رو پیدا میکنه، از موهاش میکشتش، میکوبتش روی زمین، شمشیرشو میکشه و سودابه رو اینجا از وسط به دو نیم میکنه. اینجاست که دل ما یه ذره خنک میشه. آره واقعا بعد از این همه غمی که ما توی این قسمت داشتیم یه جا دلمون خنک شد. و بعد میره سراغ بقیه پهلوانا و میگه همه آماده انتقام گرفتن باشین و اصلا این انتقام گرفتن رو خرد تصور نکنید. میگه که ز دلها همه ترس بیرون کنید،
زمین را ز خون رود جیحون کنید. و دقیقاً از همین لحظه به بعده که شاهنامه میره زیر سایه خون سیاوش. اینجا همه پهلوان‌ها دور همدیگه جمع میشن و همه با رستم یک صدا میشن که به یزدان که تا در جهان زنده ام، به کین سیاوش دل آگنده ام.